در زمانهای قدیم در قصری عجیب در میان کوههای آسمان بوس اژدهای سه سره زندگی میکرد. از دست این اژدها مردم به داد آمده بودند. اژدها پیر شد، قوتش کم، مدارش سست و بی حال و بی مدار شد. حتی به پریدن قوت نداشت. تماما بیمار شده به بستر افتاد اژدها. خدمتگاران صادقش جمع آمده از هر کجا چی داروی و درمانی بود یافته می آوردند، اما این فایده نمی کرد. احوال اژدها روز تا روز بدتر می شد. خدمتگاران اژدها به یگانه طبیب دانشمند روباه رو آورده التجا کردند که اژدها را نجات دهد. اژدها را نجات بده، او به تو مکافات خوب می دهد. طبیب روباه خون اژدها را برای سنجش گرفت و به ظرف شیشگی انداخته به این ظرف ماهیچه را انداخت. ماهیچه همان زمان مرد. روباه به ظرف خون زرد اژدها داشته کدام یک داروی را انداخت و رنگ زرد به رنگ سرخ مبدل شد و ماهیچه زنده شد. بیماری اژدها ضعف پیری است، گفت طبیب. کابید و خون یابید که اژدها آن را خورد و جوان و سالم شود. به خاموشک ظرفی را که خون اژدها با ماهی مرده است دهید. او خون جانوران را مکیده به این شیشه می اندازد. اگر ماهی زنده شود معلوم می شود که همین خون به اژدها لازم است، گفت طبیب روباه. خاموشکی کاسلیس اژدها زود ظرف ماهیدار را گرفت و به هوا پرید. از کوههای بلند و کس ناگذر، از وادیهای فراخ و ناپیدا کنار، از دریاها و صحراها پریده گذشت و هر جانوری را که می دید خونش را می مکید و به ظرف می انداخت، ولی هیچ یک خون ماهی را زنده نمی کرد. احوال اژدها باشد بد می شد، بدتر می شد. دو کلش از جنبیدن ماند. تنها یک کلش نفس می کشید خلاص. خدمتگارانش طعامهای بامزه، میوه‌های شیرین و شکرین، غذاهای بهترین دنیا را می آوردند، اما اژدها به همه این ناز و نعمت نیم نگاهی هم نمی کرد. گل دختران، موشهای خیمچمیان و نازک اندام با رقصهای زیبایشان، گربه های موسیقی نواز با موسیقی دلنوازشان، وقتی اژدها را خوش کرده نمی توانستند. خاموشک باشد در کفتکاب خون حیات بخش دنیا را می گشت. خاموشک بلند پرواز کرده از بالا دید که زنی در صحن حولی در علف خوراک می پزد. خواست فراید و خون زن را چشیده بیند، اما دود علوی زن او را به دور می انداخت. خاموشک ها دود علو را چشمی دیدن ندارند. پریده دور رفت و قریب بود که به دهان چوجه های فراشتو رو افتد. ناگاه چشمی او
به کودکی افتاد که در گهواره در خواب راحت بود. خاموشک زود به پایان پریده فر آمد و کودک را گزید و خونش را مکید. خون آدمی خیلی بلذت بود. خاموشک خون را به ظرف ماهیدار انداخت و معجزه، ماهیچه زنده شد. هنه یافتم، شاد شد خاموشک. خاموشک تیروار پریده به سوی قصر اژدها راه گرفت. گریه کودک را شنیده مادری او آمد و کودک را به بغل گرفت. فراشتروک مادر نیز به نزد چوجچه هایش پریده آمد و چوجه هایش با رفتار خاموشک را نقل کردند. فراشتروک دانا زود فهمید که اگر خاموشک به نزد اژدها رفته حیات بخش بودن خون انسان را گوید، اژدها به آدم خوری می درآید و تخم آدمی زاد را از روی زمین تازه می کند. فراشتروک از پی خاموشک پرید. خاموشک خیلی خوشحال بود. او را اژدها مکافات خوبی خواهد داد. اما در نیمه راه فراشتروک به خاموشک رسیده گرفت و ظرف خوندار را زده افتاند. ظرف شیشگی برای شخپاره ها زده شکست و از قطره های خون آدمی در تار سنگ ها لاله های سرخ رویدند. خاموشک زود به نزد اژدها آمد و دهان گشاده: از همه دوای درد شما خون آدمی زاد است. از همه شیرین با لذت گفتنی بود که فراشتروک فیردی کرده پریده در آمد و خاموشک را فرو برد. اژدها به خشم آمد. از چشمهای زردش آتش پرید. تمام قوه‌اش را جمع کرده خیز زد و از دم زیبای فراشتروک با دندانهایش قپید. فراشتروک بیچاره در تلواسه جان به بالا پرید و یک قبضه پری زیبای دمش در دهان اژدها ماند. خدمتگاران اژدها به فراشتروک طرف دادند: دور دور، زن دورا، نابکار! اما فراشتروک زیبا زود به هوا پرید و از قصر بیرون شد. از سر جهل و خشم اژدها با علم نعره کشید و خود را به دیوار قصر زد. دیوار قصر پاره پاره شد و اژدها از همان بلندی بر روی سنگ های نوک‌تیز قعر چاه افتاد و پاره پاره شد و هر پارهش به مار پیچان مبدل شد. از همان زمان شکل دم فراشتروک به قیچی مانند است، ولی او با این وجود از تمام پرنده ها تیزتر پرواز می کند و آدمان او را دوست می دارند.